سلام علیکم. شما دیدم دلبر جان من. شما دیدم. اوه رحمت رحمت. شما دیدم. محبت جان من، حلیم جان من، تورین جان. شما دیدم بچه. شما دیدم. سلامت باشید. کنی مرحمت. تشکر. امروز این خیلی هنرمندهای اصلی، این خطر شخصایی که در اینجا حضور دارند، حتما آنها آینده فرهنگ تاجیکستان، صنعت تاجیکستان را پیش میبرند. باز یک بار دیگر خوش آمدید. من نمیدونم از خرسندیم یک واهمه به دلم در اومد. از کجا سر کنم؟ آنقدر مهنت کردم، آنقدر زحمت کشیدم، تمامی حیاتم را برای مردم بخشیدم، برای خلق تاجیکستان، برای مخلصان خودم بخشیدم. و امروز میخواستم که ما یادآور شویم از گذشته ها و شاید که برای این جوان ها عجایب باشد. در خاطر دارم من 74 سال من از آوان 5 سالگیم هنر می آموختم. دروغ نگویم، من در اینجا ارباب شایسته صنعت تاجیکستان حلیم سنگین حضور دارند. ما در یک عائله کلان شدیم و اون کس آن وقت دایره می نواختند و برادری کلانی سرود می خواندند و اپای دیگر باز می رقصیدند و من نقش می آفریدم. خاندان ما همین خاندانی عائله فرهنگ بود و من همانا رمالچه را به سرم می انداختم و الکه اشکانم روان می شدند و من نقش مادر را می آفریدم. و همین طور در کروژاک‌های مکتب، بیرون از وی در جمع آمدها به حد برآمدها می کردیم و این بینن که تقدیر و نصیب به آن رساند که من هنرمند شوم. و هنری من به آن جای رسید که یک دخترک دهاتی هیچ چیز را نمیدانم ولی هنر را به حد دوست می داشتم و هنرمندهای بزرگی که در تئاتر دولتی اکادمی لاهوتی که برآمد میکردند، من مخلصان آن کسا بودم و میخواستم که مثل صافیه ارجان و طیبوی و هنرمند شوم و نقش مادر آفرم. ولیکن هیچگاه باور نمیکردم که من هنرمند میشوم، چون که از دهات کی به من کمک میکند و کی راه نشان میدهد. و دوشنبه آمدم و به دانشکده ملی فاکولته ادبیات زبان ادبیات اکنون داخل شدم. من در یک روز 2 امتحان میسپاریدم. از شهر مسکو آمدن معلم ها، هم شخصانی که هنر را بسیار قدر میکردند، این رکتری همان انستیتوت، پروفسورها، یک گروه آمده از تاجیکستان هنرمندهای انتخاب کردند و منم از بین 300 نفر آمده یک من انتخاب کردند که من باید هنرمند شوم. باور کنید همه امتحانات سپاریدیم، هم تو نفهمیده یک معلم ها، یک پروفسور ها امتحان میگرفتند و آخر شد که آخران امتحان فیلولوژی نسپاریده یک باره مرا به مسکو روی کردند، به شهر مسکو، به انستیتوت تئاتروی گیتیس. اولین مراتبه در سمالیات پرواز کردم. وای عجایبات بود. وای قصرهای بلند مسکو دیده من حیران در حیرت میموندم. در اینجا که همراه من دلبر جان من، دلبر و مروه نشستند، ما در اینجا علاقه دوستی پیدا کردیم. از همون روز اول یک جا بودیم، در یک جا نشستیم در هواپیمان
تا شهر مسکو. دلبر جان که اوریسیدان بودن کمتر در شهر دوشنبه تربیت یافتگی، من به میفهموندند گلسره جان شما در حیرت نمونید، اینجا столицей Россия. Амиха با زبان روسی کردین و من فهموندم. اولین مراتبه ما اتیود برای معلم ها نشان میدادیم، لیکن اتیودی من از همه زیاد بود. همین از زندگی یا لحظه زندگی نشان میدی. من که دختر دهاتی بودم، تمام هنری تاجیکی میدونستم. همین 24 نفر رفتیم به همه اونها میگفتم و من خودم این کربک پروری، این کدمنزنی، این پاول کنی، این پخت چینی، این گاو جشی، یک وای ساله موندم در اونجا پفکای پوف کردم و وای چاچکای گاو بودم. از همونجا من گاو جشی نشان دادم و معلم های من در حیرت بودند که این خیلی مشقا رو درست اجرا کردم و 5 سال مکتب عالی رو به ختم کردیم. همراه دلبر جان در یک خانه زندگی میکردیم. همراه ما مولد جان عابد و شادروان، ملکه جربیک و ماهان یک استادان بهترین همان زمان بودند که با ما درس درست آموختند، درس هنر را آموختند. حرکت کردن، گفتار کردن، صحبت چکل با یکدیگر روان کردن، گریه کردن، خندیدن، رقصیدن، غلطیدن، خستن، جهیدن، تمام حرکت های زندگی همش رو با ما آموختند. من که نقش های فاجعه‌ای بازی میکردم، انا فیغان، ناله و جگر خراش آواز از بند جگر میبراید. باریس ولاجیمیرچ همه همین را دلبر جان به من آموختند و این ببینید که 5 سال اینستیتوت رو تمام کردیم و آمدیم در دوشنبه تئاتر خود را گشادیم و تا امروز من در تئاتر دولتی جوانان به نام محمد جان واحدوف کار کرده ایستادم و آن نقشه هایی که معلم های ما به ما آموختند و آن سپکتاکل هایی که ما تیار کردیم سال های طولانی در تئاتر اکادمیوی میرفت، بعدتر به تئاتر خودمون میرفت و عموما آن نمایشنامه ها هیچگاه فراموش نمیشوند، چون که آنها حقیقی بودند، طبیعی بودند، درست به صحنه گذاشته بودند و امروز من نمیدانستم چی آموزم به این جوانانی که آینده صنعت تاجیکستان در دست شمایان. من میخواستم که از صحبت‌های من شما چیزی بیاموزید. اگر از ته دل محنت کنید، از ته دل یک چیزی را خواهید و مقصد گذارید، حتما به مقصدتان میرسید، حتما به آرزویتان میرسید. روزهایی بودند که من در 5 فیلم نقش می آفریدم، باز در تئاتر کار میکردم، باز واخوری ها داشتم، باز در تلویزیون تکلیف می نمودند و در اینجا نقش می آفریدم. ما همین خیلی زمانی بود که ما یا طلب میکردند، دوست می داشتند، خواهش تماشا کردن داشتند و ما هم به همین نگاه کرده هنرنمایی میکردیم. ما خدمت میکردیم، رد کردن نمیتوانستیم، شب شب نمیگفتیم، روز روز نمیگفتیم، همیشه در تلاش هنر و صنعت بودیم و شکرانه میکنم که من امروز به این 32 سال من و دلبر جان رسیدیم و صدها افسوس که بسیار هنرمندهای برجسته نمایان تاجیکستان را ما از دست دادیم. امروز آنها در همراه ما نیستند. شما هم البته کمتر تماشا میکنید، حاضر بسیارتر اینترنت، یوتیوب، فیسبوک، همه وقت قیمتتان را شما به همان سپاریده اید. ما با تماشابین زنده هستیم، با شمایان ما هستیم. شمایان باید قبول کنید، ما تماشا کنید، شما باید بها دهید. دائما من به سوال میگم که شما میخواستید کارگردان شده یا اینکه کاری هنرمندی آسان است یا کارگردانی؟ اگر باور کنید من معلمه هم شده نمیتوانستم، کارگردان هم شده نمیتوانستم.
برای آن که به نهایت مشکل این کار با محبت ستار و اکنون پدرودی پیغام به نوار می گرفتند. من که هنرمندی به فکر خودم اصلی هستم، طبیعی هستم، میفهمم، یک کادر را تا 15-20 مرتبه تکرار میکردند. اپای گلسره استاپ، شما باید همین حقیقی طبیعی انا همون هزم رو بردارید، آن شبایی که علاوه کردن در کار، یا که همون السلام علیکم گفتن. یا صاحب من 50 سال کار کرده ایستادم و یکمی مراتب من به خیلی سوال داده ایستادن. اینا زده چه میگوین، مقصدی همون درست میموندن و هنرمند هر یک ابراز به اگر درست همون آدم همون شخصی که هنرمندی که باید بازی کند اگر گیرند و فیلم خوب میبراید. و تمامی منالوک های مراجعت نامه مادرنامه های من زیادش با همین نواری حلیم سنگین گرفته شده است. برای اون که اینا خودشان البته من کم می گرفتند که با گمان نکنند که پیشه به نوار گرفته است، روی خاطر نیست. من دیگرها بسیارتر به نوار می گرفتند و بدتر سالهای آخر بعد گمان کردن که خیلی بیو اگه من گپ هم شنوم که هنرمندی خوب بود از بیا من به نوار گیرم. همین خیلی هم بود. ایجادی من اونقدر زیاد است که اگر درباره هر یک نقشمو، هر یک سپکتاکلمو، هر یک نمایش فیلم برداری ها گپ زنم ساعتهای درازی می رود. من به نهایت زیاد بازیدم. لیکن اساسی شمایان البته حال سوال می داده کسید ابراز نقش دست داشته من چی است؟ همه ابراز هایی که من آفریدم برای من عزیز هستند، قیمت هستند و فرزندی من است. فرزند همه دوست می دارد، 5 پنجه کدامش گزی درد می کند. برای همین هم همه نقش های من عزیز است. لیکن اساسی از خردسالی تا امروز 70 سال من نقش مادر رو می بازم و ابراز مادر این مراجعت نامه های مادرنامه های من در حقیقت ناتکرار هستند. برای آن که این مراجعت به عالمیان، مراجعت به تمام انسانیت روی عالم که چنجی باشد، امانی باشد، وحدت باشد، صلح باشد و تربیه این مادر به هر یک فرزندش برای محافظت وطن، برای دوست داشتن خاک وطن، برای مادر را قدر کردن، قدری عائله برسیدن. و من همیشه کوشش میکردم که با هر یک سخنم با دل و جان جگری هر یک شخص شنونده رسانم که در حقیقت این چیزهای اساسی این چنجی دولت است. میخواستم از زبان شمایان اون سوالهای حاضر زمان شنوم. شاید که ما پیر شدیم خیلی دیر میفهمیم. میخواستم فکر و عقیده شمایان را فهمم. اگر سوال ها باشد مرحمت من تیار هستم. در نورسی گلسره عبداللهیова از برادران دیده زیادتر علف جمع آورده بوده است. میخواستیم که معلم عزیز همون خاطراتی با علف رفتن با برادران کمی برای ما نقل میکردیم. واه این یاد جوانی. بسیار تشکر زیاد. به حد سوالی بجا وای علفچینی مونه وای پختچینی قشقچینی تا 200 کیلو 180 کیلو من بالای کیفتم و می برداشتم. می گفتن که همین 50 کس طلبه نبیادو همین گلسره پخته چیند. قنارو پر شده می گرفتن. همین لیمچو پیشک پر شده همین ریختم می گرفتم. من علفچینی اکن در دهات حتما باید ما علف چینیم. برای اینکه گو و مال و حال داشتیم و های سیر کردن در کار. من با حلیم سنگین می رفتیم علف چینی با برادرمون ولی جان. هر یک ما لیمچو پر کرده از همه وزنینش من می آوردم.
حلیمجان بسیار چالاک بودند، به حد مهنتی بودند. و برادر کلانیم کم ترکک مغنبیر بودند. ما خدا ما میچیندیم با لنگه اون کس رو پر میکردیم. بعد اون کس من راست میکردن خودی که و لنگهشون پر از وی ما وزنین برداشته می اومدیم. همیشه انمی در کار و مهنتی انمی صحرا بودیم. من آغل تازه میکردیم، انا گاو نگاه میکردیم، گوسپندای میچروندیم. عموما تمام کاری خانه ما اجرا میکردیم همراه حلیم جان. معلمای عزیز و مهربانم، من امروز از دیدار شما به نهایت خوشبختم و یعنی خوشبخت از آن هستم که امروز در صحبت شما حضور دارم. سوالی من چنین بود: چطور که شما در بالا قید کردید، تا جایی که ما میدونیم گلسره عبداللهیوا از دوستداری صفیه تویبایوا یکی از بهترین هنرمند شناخته زمانی شوروی راه اکتریس شدن را پیشه کرده است. میگفتید که این گفته ها تا کجا حقیقت دارد؟ بسیار تشکر. نام شما چی بود؟ نام من مدینه. قدر دختری بزیب. تشکر. هنرمند شدنی هستید؟ بله. اگر هنرمند شدنی باشید، نقشایی که من میآفرم حالا صافی ارجنوا نیستن. تماشا کنید. من هم در همان وقت تلویزیون نبوده، تلویزیونچی مای دهک بود، در همان وقت نشان میدادند و ما نگاه میکردیم. حکمی مادری فیض الله انصاری بازی کرده بودن صافی ارجنوا. من آن کس را دیده آرزو کردم که مثل صافی تویبایوا شوم و یک آوازی جاذبه ناک ملغله‌داری انمیق با قوتی جگر خراش داشتند که من با آوازی اون کس حتی نقش آفریدگی و صافی تویبایوا به حد هنرمندی برجسته با قوتی ناتکراری امروزی تاجیکستان تا امروز اون کس خاطر هستند، در خاطر ما هستند. هر شوی هم هنرمند نشو. این جمله پدر تا کنون در یادتان هست. پدر آموزگاری را برایتان توصیه دادند و شما هنرپیشه شدید. ما که در دهات بودیم یک کلمه هنرمند ارتیست این کمی که اون وقت آوازه نداشت و وقتی که تابستان می آمدم شب‌های دراز مادر بالای سر می نشستند و تولا می کردند. بچه جانم، دخترکم، هر کی شوی شو، فقط ارتیست نشو. پدر خودشون اون کس اون وقت دیدم بود، جای صغیر خانه، بعد اینترنت بود، مکتب اینترنت. 56 سال اون کس دیرکتری مکتب اینترنت بودند. انا همین خیلی شخصی با معرفت میفهمیدگی، هنر رو با ما آموختگی. به هر حالی که گفتن معلم شو، انا مثل من شو میگفتند، فقط هنرمند نشو. و این تقدیر نصیب و از یک دختره که دهاتی یک باره از یک قشلاق به شهر کلان، شهر مسکو رفته در اومده خواندن، این کار شوخی نبود. حاضر با امریکا گپ میزنید، کاسموس که دیگه تمام دنیا میدونی. ترقی زمانه آنقدر ترقی کردگی که حاضر یگان کس رو با یگان چی به وحش آوردن نمیشود. لیکن آن وقت وای دیگر بود. همین های خوب میگفتم و کار خودم میکردم. وقتی که تمام کرده آمده هنرمند شدم و مشهور شدم در بین مردم تاجیکستان، آنها فخر میکردند. اولین با پدر فخر میکرد. دختری سنگین عبداللهیف هنرمندی، انا این خیل گفته باز تعریف و تفسیف میکردند. نویمان شهزاد، معلم من یک سوال داشتم که صحنه‌هایی که مادر رو در فیلم و نمایشنامه‌ها بازدید خیلی برجسته و طبیعی بود و دل هزاران مخلص را تسخیر کرده است. شما با ما میگفتید که نقش مادر را بازیدن چرا با گلسره عبداللهیوا اینقدر همپیوندگی دارد؟ همون معلم‌های ما همین سوال داده بودند. باریس عجیمش، بیبیکوف، اولگا ایواننا پیژاوا، بسیار استادای برجسته عالمی بودند، شاگردان استانیسلافسکی بودند. آنها با من نقش‌های دیگر هم میدادند.
میگفتن که چرا این دختره که جوان است همیشه نقشای مادران طلب میکند که من بازی کنم، لیکن نقشای دخترکای میدادن، من گفتم نه من همین نقشه بازی میکنم. برای اون که از خوردی همون از کودکیم که من نقش مادرم می آفریدم و در دل من جای شده بود و از همه آدمی با معنی با معرفت، آدمی آفریدگار، فرزند می آفرد، آدمی از همه دوستدار، این مادر است. شاید همون وقت و مادر خود را که چنین دوست می داشتم که دائما می خواستم که نقش مادر خود را آفرم و همیشه شما از جمله آن هنرمندانی هستید که هنر و تئاتر را با تمام وجودتان دوست می‌دارید. معلمه جان عزیز، سوال من به شما این است که من مادرم، شما با این نام کتاب دارید. بله. اصلا شما را چی وادار کرد که این کتاب را روی چوب آوردید؟ بسیار تشکر. این ببینید که همون نویسنده هم وقتی که نقش‌های من از خود کرد و آموخت و اونقدر مجله ها، تمامی سینما، تئاتر، تمامی تلویزیون، تمامی جا من نقش مادر رو می آفریدم. هر گونه نقش ها رو آفریدم، ولی نقش مادر که زیاد بود من اینو فکر کرده نبر اومدم. عبدالغفار جان عبدالجبارов اون کس بسیار نغز آموخته بودن زندگی حیات ایجادی منه، گفتن که من مادرم. همون در این کتاب من از سببی که زیاد نقشای مادران را که آفریدگی، برای همین من مادرم نام گذاشتن در این صحیفه کتاب. اگر این مادرنامه ها میگویم و شب روز می شود، ساعت ها میگذرند. اگه یک دو سه تیش من میگویم این مادری اشکهای خونین، این سخنی واپسین حسینوف بود. محاض تاجیکی کردیم با لباس های تاجیکی، ناموشان تاجیکی کردیم. 40 سال شد این اسپکتاکل در صحنه تئاتر می رود. در وقتی که طالب جان خودتان بودید، همین 40 روز مخلصی که تمامی انمی تاجیکستان بود همه آمدند. همین 40 روز انشلاک بود تئاتر با طالب جان بابویف آورده کرسی های میموندن که زیادی آدم آمده شینند. انا همین خیلی خرسندی آور بود، ما ذوق میکردیم، خرسند میشدیم که این خطر باز ما تماشابین پیدا کردیم. اگر نمایشنامه های خوب باشد تماشابین خودش میبیاید. ولی اکنون شما که آینده ای که صنعت و فرهنگ در دست شما، باز فکر کرده بی برایتان این بسیار مشکل است. حاضر تماشابین به دست آوردن و به تئاتر تکلیف کردن به نهایت مشکل است. اونقدر هنری بلند در کار، اونقدر توانایی، من نمیدونم، جسوری و یک چیزی اختراع کردن در کار، یک چیزی آفریدن در کار که همین یک علنگه زن است، کف است، انا میخیل همه به وجه آرد و تماشابین حیران شود و بسیار تئاتر روان شود. انا همین خیل. از روزی من واسه ژلیزنو را تماشا کردگیم، پیری پرزحمت، تانگوی جنایتی، خوب همه اسپکتاکل، حلاکت امید، این کارهای دیپلمی شما بوده کن، صحیفه‌های یعنی ورقهای اول، صحیفه‌های اولی تئاتر شما تا امروز. و در صحنه تئاتر تاجیک نیز زیاد هنرپیشگان مادر رو بازی کردند، از توفا فاضل و سرکرده، صوفی ارجان توی بوی و خوب در همون تئاتر لوکی مریم ایسوی و ساورین ایسو سبزلی و در مشرفه قاسم و مادر صحنه تاجیک میگوییم ما اون کس رو. خوب در خودمون رجب قاسم و شما، خوب در خوجند سایرام ایسوی و خوب زیادن هنرپیشگان مادر بازی کردن. خوب ولی در همه یک اشک خونین مادر، این برای اون من این گپ رو نمیگویم که شما رو برای من نشسته اید و انا برنامه درباره شما است و با اشتراک شما است. نه، مادرهای شما یک فرقیت عجایب دارن که این همه اشک خونین مادر به شما بازی نکردید. شما من فکر میکنم و تماشابین نیز همین عقیده رو داشت و دارد که گویا که این قسمت خود شما باشد. جوانای عزیز شما نمیدونیم دیدید ندیدید اشک خونین مادر و چند نام داشت واقعا هم سخنی واپسین اشک خونین مادر، رومال سفید مادر هم. من فکر میکردم که گلسره خودش بازی کرد. شما زنده باشید، سلامت باشید.
با اجازت شما دلبری من. اولا من خوشبخترین کس هستم که گلسره جان را دارم. هم کار، هم کورس، هم همیشه خواهر در روی شما دوست نزدیک مادر خود را میبینم. همیشه اپای و خواهر و اکنون نزدیکترین شخصی دل من گلسره جان من هستند. گلسره جان من، درباره شما من بسیار سخن گفتنم. تشکر دلبر جان. تنها اون را گفتنیم که گلسره جان من گلی سری ثبت تمام صنعتکارای زیباترین شخص هستید. دل بزرگ دارید، برای دل صاف دارید، برای همین هم هنرتون از همه بلند است. من شما را دوست می‌دارم. همیشه باشید گلسره جان من درباره ما. هنگام دانشجویی در تئاتر جوانان یکمین بار تمامی وجودی من از آن لرزید که سخنی واپسی نام داشت همون و همین نمایشنامه و من عاشق هنر شما، یعنی که چقدر مهر بستم زیادتر به شما. اینا هر وقتی که میبینید اینقدر برای آدم انرژی میتین، اینقدر قوت میتین. اگر که خسته هم باشی، غمگین هم باشی، قوت میگیری، نیرو میگیری، یعنی که خوشحال میگردی. بعد خیلی صحبت کردیم، شدیم، بعد گفتن که شما از من چی میخواهید؟ من حیران شدم، گفتم من میخوام نمایش تهیه کنم درباره شما. بعد گفتن نه، من میخواهم دانستن که چی خیلی شما نمایش تهیه میکنید. همین خیل سوال و جواب کردن که یک لحظه خودم را گم کردم. بعد گفتم که خدا رو به دست گیر، من بسیار به من معقول شد. این اپاجان من یک هنرمندی هستن که هر یک رژیسور، هر کسی که با این کس اگر خواهند یک کاری ایجادی کنن باعث افتخار است. من افتخار میکنم که ما شما را داریم. تشکر. از نقش‌های مادرانه آفریده در صحنه محبت و صمیمیت مادر خود را در نقش احساس کرده؟ وقتی که همون نقش به وارد میشوی و چیزی میبراید به تماشابین نزدیک میشود، به دل و جان وی جا میشود، این یعنی که هر یک از هر یک هنرمند میگویم از روی مادر خود، من هر نقش من مادر خود رو از خود میکردم و بیافریدم. پیش از همه مادر خود فکر میکنی چگونه است، نقش میشناسی. از روز اولی که و شیر میدید و تمام حیات ها بودن است، بوی شیر در بینیت میماند و شکمت سیر میشود و از بودن مادرت تو حلاوت میبری. و همون نقشی که من میآفرم از تمام هستی مادرم آمیختگی. اکنون نه اینکه مادر بزرگ است، مادر مقدس است، مادر ناتکرار، مادر میلیارد ها سخن ها که این عالم سراییده است، گفته است، نوشته است، ولی حالا هم کم است و حالا هم نگفتند. ولی هر یک نقشی که به تو می سپارند و هر یک چیزی که باور میکند به تو همون کارگردان، وای نه اینکه مادر، وای نقش است، وای من ابرازی می آفرم، من باید تو باشم. اگر من خودم بازی کنم و هیچ کس معقول نمیشه. وای آموختن در کار، همون نقشه، رفتاری و یا کرداری و یا نگاهی و یا سخنرانی و یا از خود کرده بعد گشته همون آدم شده بازی میکنی. مادر هم این چنین است. باز به مادر برگشتیم. برای همین میگن که من ارتیست میشم، گویا که من ارتیست میشم. خودی که ارتیست شدن آسان باشد، این کاری آسان نه. هر یک کسب هنری که میگیریتون اگر دوست داریتون وای آسان است. اگر که هم طوره بیتون هر کار کسب کردن نمیتوانیتون. سوال دارم که میتونستم در خونه سوال دیم، لیکن همین سوال ما ممکن که همین وقت ساعتش همین حاضر است. اپا جانم و مادرم و همین میگم نگفته بودم یک وقت میکشم. همین یک وقت اینو اینستیتوت میخوندند و
ما کودک بودیم بچه خیلی صنف 6 7 بعد مکتوب می نویستن هر روز یک تا مکتوب چون که خانه و کارگر نیست بغیر از من اوچت مراد بچه همون پوله ششتی همون آقل پرتفتی اوچت مراد بچه تو همون علف آوردی گوبا تو من این کار کردیم فقط اوچت مراد من گفتم که اوچه من زنده چی منه توی من اوچه مراده اوچه خفه میشن اگه فهم من این گپای ننویسید من بخیر اوچه من مکتوب نمیخونن اگه هم وقت میخوندن و میفهمیدن ممکن از گلسره خفه میشنن یه اوچه زنده ای وای برای چی همینه میگفتید شما اپا جان این مهربانی غمخواری اکن اوچه مراده این مهربانی نسبت فرزندش من همچون فرزند شما از اولین روز تا امروز همه خیلی میگویم کدام روز هاشم گدای گو چم رده گویم اگر همه در من نگاه کرد دلبر جان بوده چه خیلی میگوید من دوست داره میگویم وقتی که به حد دوست داشتی همه خیلی میگویی حلیم جان اینم یک سیری مخفی بود گفتم فکر کردم سیری مخفی بود همه خیلی مهربان همه خیلی دوست میدارن منه اکو یک چیز خاطر رسان کنم پیش گپتان به حلیم جان اکو نمایش هم محفل تئاتر بود هم جمع شدگی یک 20 کس شده من نمیخیلین کیم چی شده بچه ها گفتن که حلیم جان در وقتی کار به حد جدی رفتار میکردن و هنرمند که بسیار نصب کار میکنند یاردم میکنند و گفتن که فعلی حلیم جان ما هم میدونیم یکی به سرمان داد میزند گلسره پورس من همین خیل کنیم گفته همه هنرمندها از من خواهش کردند بعد و یا پولت بشتگی من گفتم حلیم جان بیاد همین صحنه من این خیل کنیم همونجا تمام میکروفون کتین به درجه من شرمنده کردن که وقتی که کارگردان میشید رژیسور میشوید انا بعد یاد میتید خب کده ارتش شده شنید من چی گفتن اینو تمام همین رولای مادران دنیا رو نقش های مادران دنیا رو بازی کردگی رشک همه بیاد که همه با مادر مری اینو چقدر با ما خواهرچی من کتیش ده انا دیده تامی من باید تمام روی عالم به مهر و محبت من نسبت فرزندی خودم گپ زنم اگر من شمایان رو دست ندارم بعد من چی طور نقش مادر رو می آفرم شما مادری بهترینید که تا حالا فرزندتون میگن که بعد سن 50 رسیدم همراه مادرم و منم شاهدم در همه جا در همه چوربینی ها تمرین همراه شما هست خوشبختترین مادر هستید تمرین جان شما خوشبختترین فرزند الهی دایم صحت سلامت با هم باشه تشکر زیاد ما شما رو همیشه دوست می‌داریم تشکر و از آن که در صحبت شما هستیم بسیار هم خوشحالیم سوالم این است که شما در بیش از 200 فیلم نقش آفریدین آیا آرزوی عملی نگشته حالی هم در دل دارین؟ آدم هر چی قطره که زندگی کند به 100 درآید به 90 درآید حالا هم میخواهد زندگی کردن برای که وای انسان همین شخصیت هر یک کسب و کاری که دارد که وقتی پنسه برای میکنن نفقه برای استراحت کنید یگان کس نمیخواهد نفقه برفتن میخواهد که باز دوام تیاد همون کسب و کاری خوده کسب و کاری ما کسب و کاری ارتیستی کسب و کاری هنرمندی این یک دردی بی‌دوا دردی که دواش نیست من گمان میکنم که سوال شما به جواب حالا من هیچ کار نکردم حالا من کارگردان حقیقی دستش پر نفتم حالا من کشاده کرده همین برآورده نشان دادگینی انمی من انتظار هستم که کدام بار همون نقشی میبیاد که من با همون بازی کنم و بعد دلم آرام گیرد و بعد خیر باد گویم هوای نیست 10 فرزند مادر نگاه و بین کردن نمیتونند و در خانه کسی بیگانه جان میدهد و مادر همش را میفهمد حس میکند لیکن به فرزندش نمیگوید و نبیرحکی که خودش کلان میکند به قد میرسد و نزد مادر بیمار است نزد مادر میآید و آنها گمان میکنند که درد مادر میگذرد
و کشاله کرده از مادر جدا میکنند. این اشکای خونین مادر در دیگر خانه و نبیرش میدراید و دوست میدارد. همون بیبیش رو بیند و با آغوش از پنهانی از پدر و مادرش پنهانی واخورد. ولی پدر و مادر گفتن که حاضر گپش گوش کنیتون. بیبی جان من شما رو خیلی یاد کردم. این کی؟ این ریحانی من. اوه جانانی بیبیش. بیا با آغوشم گیرم تو رو بوسه کنم. او چرا میگریزی بچه؟ بیا. با تو نزدیک شدن ممکن نیست. آها. برای چی؟ تو کسلی سرطان داری. چی گفتی؟ تو کسلی رگ داری. این رو با تو کی گفت؟ دادیم گفت، آچم گفت. آنها میگویند که کس به تو نزدیک شود و میمورد. تو چیستی من خورم من همه میرم. نه داده دروغ گفته است. آچت هم دروغ گفته است. من کسلی سرایت کننده ندارم. بیبی جان پس نمیموری بیبی جان نمیموری بیبی جان. میمیرم. نه نمیموری بیبی جان. نمیموری بیبی جان. معلمای عزیز، شما که هنرمند اصیل هستید و روز تا روز پای ایجاد هستید، میگفتید که تا این قدر سالها که شما با مردم بودید، محبت مردم بود که فعالیت ایجادی شما را زیاد کرد یا که ستاره هنر بودن؟ ما با مردم با تماشابین زنده هستیم. مهری تماشابین، نفسی تماشابین، چشمی تماشابین، همون دلی تماشابین، قلبی و ما از صحنه حس میکنیم. صنعت مردم صنعت میکند. وقتی که مردم همراه ما هست ما پیش میرویم. من هر روز در تئاتر دولتی جوانان میخیزم میگم که شما جوانان ای بچه ها یک کاری کنید که مردم رو به وش آورید، یک خدمت یک هنری نشان دهید که همه قائل شود و یک کس باید برای یک اون کس. ای جوانان میگیم و ما پیر شدیم همین یک چیز یوبتون در ساحه هنر، در ساحه صنعت، همین یک چیز پیدا شود که علنگ زند، همه چشمش گشوده شود، تمام مردم به حیرت بیاد، روح تئاتر رو کافته کافته بیان رو تماشا کنند. الان فقط مقصد من از همین است. سرآور سلام معلم عزیز، خوشبختم که با شما روبرو هستم و اهل ایجاد هستن اینجا. سوال من چنین است که میان مردم با قول ستاره بودن یک خودبهادی خیلی بلند است، یعنی هر کس خود رو اولاتر و بالاتر میداند. بله. شما چی معلم عزیز؟ هستن شخص هایی که برابری همون ستاره چه شعله میتید که آدم روشن میتید و گرمی میتید و روشنی میتید شبیه تاریکی و همین خیل آدم های شخص های بینهایت هنرشان بلند نابیغ. هیچگاه من خودم نه اینکه نه ستاره، من عموما یگان آسمان و هوا گفته نمیتوانم، برای آنکه وای من نیستم و هر کس جای خودش بر ستاره، ماه، آفتاب و هوا و ستاره سوپر زویزده میگن. و اکنون این یک کلمه عنوی، یک کلمه که در بین مردم گفتی تو
انمی خیلی جاری شده است. تاریخ وی می آموزد و بعد صدها سال کی باقی میماند در تاریخ؟ شاید که هوای به ستاره نزدیک باشد. من معلم جان عزیز به شما چنین سوال داشتم که یک چند شخصیت هایی که در یک ساحه فعالیت میبرند و شهرتمند هستند، صاحب مقام و مرتبه هستند، در بین آنها دوستی چی قدر است؟ یعنی که تا چی اندازه دوستی در بین آنها دیده می شود و جاودانی است؟ همین خیلی در تاریخ هست که یک آدمی برجسته، بزرگوار، آدمی مشهور، قهرمان، اگر دو تا باشد که یک تیشت دیده نمیتوند. الان بینی میبینی؟ اگر همین بینی نباشد، همین چشم میخورد. این قانون طبیعت است. اگر همین نباشد، آدما مشهور شده نمیتوانند، آدما مهنت نمیکنند، همه با کسی دیگر نگاه میکنند و کوشش میکنند که از وی زیادتر مهنت کنند، از وی گذرند. و عموما این چیز یک چیزی که در بین گپ ممکن نیست گفتن. همه تعریف میکنیم، سخنی نغز نست که اوه تو بهترین، اوه تو عالی ترین، اوه تو از همه خوب بازی میکنی، تو از همه نغز میخونی. این گپ نغز گجایی، گپ گنده گجو. برای هوای این حق گپ همین که این قانون طبیعت همین است، هست امیخیل. هست امیخیل آدمایی که یک دیگر دیده نمیتوانند. هر یک کس اگر خودش به باوری داشته باشد، خودش به قوت باشد، همین دو پا به مستحکم ایستاده تواند، خودش حمایه کرده تواند، وی میبرد، پیش میرد. وقتی که ترسیدی و لرزیدی و بی‌قوت شدی، میانت خم شد و دستت در کد و پاهات از کار موند، وی دور نمیرد، 10 قدم میماند میغلطد. این از خودی من وابسته. من خودم چالاک، جسور، توانا، از زندگی، از طبیعت مهنت کرده. تمام حیاتم من خودم مهنت که خودم کردی آمدگی امروز در نام تاجیکستان جانم، در هستی وطن جانم، من میفخرم که من تاجیکم. من امروز از همه خوشبختترین انسان خود را حس میکنم که در تاجیکستان در نزد شمایان صحبت دارم. تاجیکستان یکتا، وطن من، خلق من، مردم من یکتاست.